سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به ویدیو دیگه. امروز میخوام در مورد ویدیویی که کانال ترانه KO یا ترانه کو گذاشته صحبت کنم. من ایشون رو بذار اول ویدیو رو باز کنم. هر چی که هست من ایشون رو چند ماه پیش 3-4 ماهی میشه احتمالا ویدیوهاشون رو دیدم داخل یوتیوب و این طوری که من برداشت کردم ترانه نمونه یه انسانیه که داره واقعا تلاش میکنه و گویا از صفر هم شروع کرده، یعنی ساپورت آنچنانی نداشته اون طوری که من متوجه شدم و بیشتر تو آنلاین شاپ تجربه داره، ولی داره روی کانال یوتیوبش هم کار میکنه و خیلی خوبه. یه سری حرفای دلی داره که خیلی به دل من نشست، یعنی خیلی واقعی بود و فکر کنم همینطور هم هست. یعنی به قول معروف آنچه از دل برآید بر دل نشیند، همچین چیزی هست، همچین شعری داریم. اگه اشتباه گفتم بگید. واقعا اون چیزی که دلیه و خودمون تجربه کردیم. من دوست دارم این شکلی فعالیت کنم. بریم ویدیو رو با هم دیگه نگاه کنیم و نظر خودمون رو بگیم. در مورد ویدیوی انگیزشی که بهت شجاعت شروع دنبال رویاهات رفتن و هدفمند زندگی کردن رو میده. این ویدیو میتونه زندگیت رو تغییر بده. بریم تو کارش. الان که این ویدیو رو داری میبینی یه چیزی پس ذهنت هست که میخوای انجام بدی، یه کاری هست که هی داری حوالش میدی به 2 روز بعد، 3 روز بعد، 1 ماه بعد، بذار من پولدار بشم، بعد بذار من فلان اتفاق بیفته، اول باید برنامه ریزی کنم، بعد اول باید فلان بیستار بشه. بعد واقعا هم راست میگه ها. انگار ما یه بیماری، یه مریضی شده بین هممون. میخوایم یه اتفاقی بیفته، منتظر یه اتفاقیم تا مثلا بگیم یه کاری رو هم میکنن یا من اونطوری خوشحال میشم. انگار همش منتظریم یه اتفاق خاصی بیفته. اون اتفاق هم اگر بیفته شاید اونقدر ما به شاد نباشیم. اولین کانالی که زدم یه کانال طراحی نقاشی بود که لینکش رو اگه دوست داشتید براتون میذارم. آرزوم این بود که یه بار از یوتیوب بتونم درآمد داشته باشم و بتونم یه کانال رو مانتایز کنم. واقعا بهش که فکر میکردم خودم یه کانال رو بیارم بالا و بتونم مانتایزش کنم. چقدر حس بزرگ و عجیب و غریب بود اون موقع، سال 98-99 و بهش رسیدم واقعا اون روز. ولی خوشحالی که اون لحظه داشت خیلی کم بود. انگار من راضی نبودم به اون. درسته از قبل منتظرش بودم ولی موقعی که بهش رسیدم انگار راضی کننده نبود. فکر میکنم ما هممون شنیدیم که باید از مسیر لذت ببریم، پس این حرفش رو من قبول دارم که نباید منتظر یه اتفاق خاصی بیفتیم. هر چی که هست شروعش کن، بدون اون صدایی که تو مغزت داره میگه اول باید فلان کار انجام بدی، بعد بهمان کارو، بعد بیسار کارو. اون سقف ذهنیته. یعنی ما یه سقف ذهنی داریم که توی کتاب پرواز تا اوج گی هندریکس بهش اشاره میکنه. ما یعنی فکر میکنیم که من لیاقت انقدر مثلا خوشحالی رو دارم، انقدر موفقیت رو دارم. حالا این موفقیت و خوشحالی و انرژی مثبت و حال خوب چه تو حوزه کارمون، چه تو حوزه زندگیمون، چه تو حوزه مثلا رابطه ازدواجمون، هرچی. وقتی که از این حد یه چیزی خوشحالی بالاتر میره، سری مغز فعال میشه که این ناشناسه، اصلا عجیب غریبه، نباید بری سراغش رو، نمیذاره بیشتر اون کار رو انجام بدیم، اصلا بریم توش. یا از طرف من این قسمتش خیلی خوب متوجه نشدم و درک نکردم. یعنی یه خوشحالی که اینجا باشه، خوشحالی بیشتر بشه، مغز درک نمیکنه. من اینطوری برداشت میکنم از حرفش که مثلا ما تو ذهنمون هست که مثلا ماهی 30 میلیون درآمد داشته باشیم. مثلا اگر یه اتفاقی بیفته 50 میلیون یا 60 میلیون درآمد داشته باشیم، انگار خودمون رو لایق اون مقدار نمیدونیم. من این شکلی فکر میکنم. حالا ببینیم درست فکر کردم یا نه. دیگه منطقه امنمون به عبارت دیگه پای ما رو زنجیر کرده به یه دایره‌ای که ما میشناسیم، توی اون دایره میتونیم زندگی بکنیم، همیشه زندگی کردیم و خارج از اون دایره رو اصلا نمیشناسه. چون ناشناسه میگه خب نه، تو پاتو بیرون این دایره بذاری میفتی میمیری، بهتر تو همین دایره بمونی. بهترین چیزی که اینو به تصویر میکشه انیمیشن کرودز غارنشینان که پدر خانواده میگه همه باید توی غار بمونن، هر چیز جدیدی ممنوعه،
مثلا دخترش یه دونه صدف پیدا میکنه که توش فوت میکنه و صدا در میاره، سری صدف رو میشکونه میگه نه نه چیز جدید خطرناکه. دقیقاً ذهن تو همین کار رو داره باهات میکنه. ذهن منم همین کار رو با من هم کرده، هم داره باز هم با همین کار جلوی منو میگیره. فکر کنم این یه اتفاق طبیعیه، یه اتفاق اصطلاحاً میگن بیولوژیکی که ذهن ما اینطوری تکامل پیدا کرده و این نسل آدمی که تا اینجا رسیده با همین تفکر این که این نسل انسان ادامه پیدا کنه و زیاد خودش رو تو زحمت و اینا نندازه اومده تکامل پیدا کرده. این شبکه‌های اجتماعی که اومدن کلاً شیوه تفکر و فکر کردن و همه چیز انسان‌ها رو تغییر دادن. تا قبلا ها بحران مثلا غذا بود، بحران خونه بود، بحران پوشاک بود، ولی الان این بحران ها از بین رفته و یک بحران جدیدی پیش روی انسان اومده، اونم بحران هویته. یعنی انسان اون نیازهای اولیه‌اش که کامل تأمین شده الان به یک بحران جدیدی وارد شده به اسم بحران هویت. این داره فکر میکنه که کیه، کجاست، چرا اومده، داره کجا میره. و همین چیزی که ترانه هم بهش اشاره کرد، اینکه ذهنمون نمیذاره وارد منطقه ناشناخته بشیم، یه اتفاق طبیعیه، کاملا طبیعیه. اینو قبولش کنیم که طبیعیه به نظرم خیلی کمک میکنه. در مرحله اول قبول کنیم که این اتفاقی این تو میفته طبیعیه، چیز غیر عادی نیست، همه دارن. این منطقه هم نه، فقط تو نقطه شروعه که تو اون کسب و کارتو شروع میکنی بعد دیگه تموم میشه، پاتو فراتر از این دایره گذاشتی. اما نه، این دایره همینطور که تو پاتو میذاری با تو باز میاد و هی میاد جلوتر. حالا چرا این ویدیو رو دارم میگیرم؟ من فکر میکردم که این جملات منفی مغزم که اصلا این چه کاریه، اصلا برو نمیدونم کار کارمندی، اصلا چرا این کارو داری شروع میکنی فلان بیسار، این جملات وقتی که به درآمد برسه یوتیوبم تموم میشه. اما در کمال تعجب تموم نشد، به یه نحو دیگه ای ورود کرد، به این نحوی که اصلا خب الان به درآمد رسیدیم. خب که چی؟ نکته‌ای که برام جالبه این که اونم بک‌گراندش خیلی طبیعیه. یه خونه است، یه آشپزخونه است، مبل اونجاست، پریز برق و میکروفون و کنترل و واقعیه. این ویدیو واقعیه. یه منظورم اینه که حرفایی که میزنه هم واقعیه. این که توی برنامه‌ام یه چنل دیگه هم قرار اضافه بشه، چنل یوتیوب انگلیسی. بعد قرار بود هفته بعدش لانچ بشه دیگه، کارام دوباره شروع بشه. هفته بعدش باز این مغزه منو زد زمین. یعنی به محض اینکه من این برنامه‌ریزی جدید کردم و به محض اینکه تصمیم گیری شروع و برنامه‌ریزی برای شروع یوتیوب انگلیسی اومد وسط، مغزه فعال شد. دوباره سقف ذهنی فعال شد، دوباره اون دایره شگردی هفته منو زمین زد. حالا الان که اومدم این ویدیوها رو بگیرم، این لبخندی که داری میبینی از اول این ویدیو رو گرفتم، این خلوچلا رو لبم تا آخرش، تو تمام ویدیوهای قبلی هم که گرفتم رو لبم بود. وقتی که این رکورد رو میزنم و این لبخنده میاد، اصلا انگار دنیا وای میسته، اصلا انگار نمیتونم توصیفش کنم، انگار اون لحظه دنیا متوقف شده و تنها کاری که من برای انجام دادن دارم اینه که اون چیزایی که میدونم بهتون کمک میکنه رو توی ویدیو بگم. این حالمو خوب میکنه. چیزی که میخوام بهت بگم دقیقاً چیزیه که منم هدفم اینه، تو ویدیو قبلی هم گفتم، اینکه بتونی به یک نفر کمک کنی از طریق همین شبکه‌های اجتماعی خیلی حس و حال خوبی داره. برای من که اینطوری بوده، واقعا هدفم کمک کردن بوده و برای همین ویدیو هم ضبط میکنم. حرفای دلیه. اینه که جوابی که به این مغزه میدی این باشه که به خاطر این لبخنده، به خاطر این حال خوب غیر قابل توصیفش من میخوام کار بکنم. این لبخند و من تو این کار دارم. تو ممکنه توی کار این داشته باشی که آنلاین شاپ جواب مشتری‌ها رو بدی، نمیدونم عکاسی از اشخاص کنی، هر چی. یه کاری هست برای تو ساخته شده، تو وقتی شروعش میکنی حالت توش خوبه، اصلا گذر زمان رو متوجه نمیشی. ساعت الان 8،
من ساعت 5 فیلم برداریمو شروع کردم با این بساط. واقعا متوجه نشدم که کی ساعت 8 شده. زندگی حقیقتا اینه که اونقدر قشنگ نیست که مثلا بگم آره همین که ما مثلا روزمرگی همونو داریم خیلی قشنگه. اینا شعاریه، واقعا قشنگ نیست زندگی. یعنی این بدو کردن، دویدن دنبال پول، دویدن استرسش که وای اجاره ماهو چیکار کنم، وای اینو چیکار کنم، اون کار بکنم، داره خفمون میکنه، لهمون میکنه. چیزایی مثل این باعث میشه تو یه روزو حداقل اونجوری که این حس رو تجربه کنی توی اون یک روز، حداقل اون یه روزی که داری کاری رو میکنی که ازش لذت میبری. حالا اون کار اصلا هر چیزی که هست، نقاشی کردن، ویدیو سازی، نمیدونم عکاسی، هر چیزی که هست اصلا مهم نیست. بگرد دنبال این که چی هست، چی میخوای از زندگی. تکنیکی که به من کمک کرد و توی یه ویدیو بهت گفتم چیه، یه مثلثه. یه ضلعش کارمونه، یه ضلعش رابطه عاطفی مونه، حالا رابطه با دوستان، خانوادهمون، این بساط، و یه ضلع دیگهش حال فردی مونه، خودمونیم، رشد فردی مونه. وقتی حالمون تو زندگی خوب نیست، تو یکی از این ضلعا داریم میلنگیم یا تو همش داریم میلنگیم. اما معمولاً چیزی که نظرمون رو جلب میکنه که متوجه میشیم که من زندگیمون دوست ندارم، اینه که متوجه کاره میشیم. میبینیم مثلا من کاری که دارم میکنم و دوست ندارم. واضح ترینش اینه. بعد یه چیز جالب حالا بگم، توی تجربه خودم متوجه شدم وقتی که حالمون خوب نیست، مثلا توی 2 تا ضلع میرزیم عصبانیتمون رو روی ضلع دیگه. مثلا حال من تو بعد فردی، تو بعد کاری خوب نبود 6 سال پیش، اون دوره‌ای که تو افسردگی خیلی سیاهی رفته بودم. بعد دلیل انگار همه اینا رو مثلا میریختم روی رابطم که آره منو بابک انقدر که تو سر کله هم میزنیم، یعنی تام و جری، به خاطر همینه که مثلا حال من بده، به خاطر همینه که زندگی من بده. در صورتی که اصلا این مدلی نیست. این 3 تا ضلع هر کدومشون قدم ها لولای مثلا رشد خودشونو دارن، خب جداگانه. اتفاقی که برای من افتاد این بود که وقتی که یه ضلع رو شروع میکنی روش کار کردن و رشد دادن، انگار ضلعای دیگر هم میتونی بکشی بالا. حالا من راجع به ضلع کار تجربه داشتم، اومدم دیدم که خب این چه گندیه، این چه وضعیتیه ترانه، این تو کار کارمندیو که دوست نداشتی گفتی من دیگه اومدم بیرون. من یه چیزی که اینجا نمیفهمم رو میگه کار با رشد فردی، یعنی این دوتا کاملا جدا از هم هستن. مثلا همین یوتیوب من در کنار اینکه میخوام کارم باشه، خیلی به رشد فردی خودم هم داره کمک میکنه. یعنی رشد فردی نمیدونم منظورش چیه دقیقاً، با کار البته، این نسبت این دوتا با هم دیگه. به هر حال روابط عاطفی که مشخصه، روابطی که داری با دیگران، ولی کارت، این که با رشد فردیت چقدر تفاوت داره، چقدر اشتراک داره، این برام سواله. برای همین با دقت دارم گوش میدم ببینم نتیجه گیری درستی میتونم انجام بدم. حالا الان نشستی صبح تا غروب تا 6 عصر میخوابی، 6 عصر شروع میکنی GTA بازی کردن مثلا تا صبح. این چه گندیه که تو به بار آوردی. پاشو پیدا کن. خب اونو دوست نداری، پاشو جمع کن خودتو، پیدا کن چی رو دوست داری. از دوران بچگی همیشه تو ذهنت بوده که آموزش زبان انگلیسی بدی، برو امتحانش بکن، اینو بری برو امتحانش بکن، اونو بری برو امتحانش بکن، هر چی هست برو امتحانش بکن. که حاصلش شد این که اگر یه چرخی زده باشی تو چنلم میدونی که چه مسیرایی بوده و رفت. در نتیجه این مسیرایی که رفتم، بقیه ابعادم همونطور که توی ویدیوهای یوتیوبم بهت گفتم خود به خود اومد بالا. چرا؟ چون من ترانه با اون اخلاقای گنده اون نقطه دیگه نمیتونم این رشد کاری رو داشته باشم. چرا؟ چون اینکه مثلا اخلاق گندم اینه که به جای اینکه مثلا شرایط و واقعیتش رو ببینم، حالت ایدئالگرایی بکنم که نه اصلا چرا اینجوریه، اصلا من بدبختم، چرا مثلا سغرا خانم که پدرش پول داره مثلا چنین وضعیتی نداره. من از بهترین حالتش بچه‌ها میدونی چیه؟ بهترین حالت هر کاری
اینه که بری واقعیتش رو پیدا کنی. یعنی دلتو خوش نکنی که اون کار مثلا این خوبی‌ها رو داره، خوبیاش بیشتر از بدیاشه. کلاً با دید بی‌طرفانه سراغ هر کاری برید. من همین یوتیوب رو که پیشنهاد میکنم واقعا سختی‌های خودشو داره، ریسک‌های خودشو داره. یعنی تو یه کانال روی فضای آنلاین داری، هر آن ممکنه که دفعه پاک بشه از طرف یوتیوب و هیچ پیگیری هم نمیتونی بکنی. البته که این قدم الکی نیست، منظورم اینه که اگر قوانینش رو رعایت کنی مشکلی پیش نمیاد، چون همونطوری که خیلی از کانال‌های بزرگ هستن که 10 سال دارن کار میکنن چون طبق این قوانین بودن، ولی ریسکای خودش رو داره. منظورم اینه که واقعیتش رو ببینیم. واقعیتش من تو دو تا سه تا ویدیو قبلی هم گفتم سختی این کار اینطوری به نظر میگیرم اگه کمتر نباشه بیشتر هم نیست. پس در کنار هر کاری که دارید الان بیاد یوتیوب رو هم شروع کنید و واقعیت کار رو هم ببینید که چه سختی‌هایی داره، چه ریسک‌هایی داره. به خاطر اونه که میگم جوگیر نشید و یه دفعه بیاید همه چیز رو ول کنید بچسبید به این، چون اینم یه دنیای ناشناخته است و تو نمیدونی چه اتفاقاتی میفته. شاید خوشت بیاد، شاید بدت بیاد، شاید تبدیل شدی به یکی از موفق ترین ها و خیلی خیلی بیشتر رشد کردی، شاید هم نه، مناسب تو نیست. منظورم اینه که واقعیت رو در نظر بگیرید و این حرفش درسته و این که میگه واقعیت رو در نظر بگیریم و الکی دلمون رو خوش نکنیم درسته واقعا. بعد به تولد بی پول و بدبخت بودم. اگه این عادتی که میای مثلا چیزایی نداشته تو هی بولد میکنی آره من بدبختم به خاطر اینکه اینو ندارم، این عادت رو کنار نذاری و بیا ببینی خب اوکی من بدبختم پول ندارم ولی چیزایی که دارم چجوری بهم کمک میکنه که بخوام تو کارم رشد بکنم مثلا بدون هزینه کردن. وقتی که این سبکی مغز تو سیمپیچی نمی کنی خب معلومه که نمیتونی رشد بکنی. بعد وقتی که شروع میکنی به تغییر دادن این سیستم فکریت که اینو لول به لول ببری بالا، توی ویدیویی که بهت گفتم چجوری یوتیوب زندگی منو تغییر داد با 500 سابسکرایبر اینو بیشتر توضیح دادم. ضلعای دیگه هم میاد بالا. چرا؟ چون تو رابطه توی رشد فردیت هم یاد میگیری که خب حالا نیام روی زوم کنم که ترانه تو چقدر اخلاقت گنده، مثلا لجبازی فلانی، بیا حالا مثلا حل مسئله‌ای برو سراغش. چجوری میتونم لجباز نباشم، چجوری میتونم مثلا این مشکلاتی که توی رابطه‌ام هست رو درست بکنم. خیلی گسترده است، خیلی پیچیده است، ولی واقعا کمکی که بهت میکنه این که از این حالته که الان اگر تو نقطه‌ای هستی دم 30 سالگی که میبینی آقا زندگی تو دوست نداری به هر دلیلی، از این حالته بیای بیرون. با بالا بردن یکی از این ضلع‌های مثلث شروع بکن. برای من با کار بود، تو میتونی با حل کردن مشکلات رابطت که خب من تو سر کله شوهرم میزنم، تو سر کله زنم میزنم، چجوری میتونم این کار نکنم؟ من مثلا اخلاق گندم اینه که مثلا دعوا میشه دهنم وا میکنم، مثلا داد میزنم فلان میکنم، خب چجوری میتونم اینجوری نباشم؟ وقتی که اینا رو درست میکنی ذره ذره این کار کلیت ماجرا رشد میکنه. نمیدونم چجوری توصیفش کنم. پیامی که میخوام این ویدیو برات داشته باشه اینه که همین الان پاش شو. یعنی همون حرفی رو میخوام بهت بزنم که 6 سال پیش به ترانه‌ای که تو اون نقطه تاریک بود که اصلا دیگه ادامه زندگی یا ادامه نداشت براش مهم نبود، یعنی دارک در این نقطه‌ای که تو میتونی تصور کنی که یه نفر فقط زندگی کنه برای اینکه روزش شب بشه شبش روز بشه. تو اون نقطه به خودم گفتم باشه کارمندی دوست نداری، باشه زندگیت اصلا گند خورده تو زندگیت، اصلا اون چیزی که فکر میکردی قراره بشه با اینکه رتبه برتر کنکور بشی شدی رتبه 2 رقمی کنکور، رفتی دانشگاه تهران، بعد دیدی نه رد کارپتی هست. نه جالبه، رتبه برتر کنکور بوده دانشگاه تهران، خبری هست؟ اوکی اون نشد تهران، بعد دیدی نه رد کارپتی هست، نه خبری هست؟ اوکی اون نشد، یه زندگی رو بهت دادن که تو هم مثلا نمیخواستی، اما این بلیط رو بهت دادن، پاشو خودتو جمع و جور کن ببین چه جوری میتونی ازش لذت ببری. اصلا ببینیم برای چی این بلیط زندگی رو بهت دادن. چیزی که الان سیستم فکریم شده اینه که من هنوزم دوست نداشتم به دنیا بیام، یعنی اگه برمیگشت زمان عقب میگفتم آقا من نمیخوام به دنیا بیام، ولی الان که اومدم
الان که تو این دنیا به اون انرژی گرداننده دنیا من گفتم، به اون خدا من گفتم حالا که اومدم از این دنیا نمیرم تا زمانی که اون چیزا، تا زمانی که به اون زندگی که فکر میکنم اگه بهش برسم ارزش زندگی کردن اون وقت داره زندگیم رو بهش نرسم. یه حالت کلکل با زندگی، یه حالت جنگ، یه حالت رو کم کنی با خودت، با زندگی خودت. یه چنین سیستمی رو تو با زندگی پیش بگیر، بعد بیا زندگی که اصلا ارزش زندگی کردن نداره رو تبدیل کن به یه چیزی که شاید ارزش زندگی کردن داشته باشه. اگه این ویدیو رو آپلود کردم و الان داریم میبینیم، همین الان پاشو تموم کنیم بازی کثیف. پاشو هر کاری که تو ذهنته، هر چیزی که به نظرت میاد که این زندگی رو از این نکبتی که از تبدیل میکنه، هر چیزی که دوست داری رو خورده خورده شروع کن دیگه. آره اینو حرف درستیه. با هر امکاناتی که داری، تو چه بخوای چه نخوای، با هر سطحی شروع کنی قضاوت میشی. این قضاوت کردن چیزیه که هست، به خصوص تو شبکه‌های اجتماعی. اگر از قضاوت کردن میترسی، این که قضاوت همیشه هست، ولی اون چیزی که خودت فکر میکنی درسته بیا انجام بده و تو مسیر یاد میگیری دیگه. حالا هر کاری، حالا من تو این مورد خاص چون خودم یوتیوب کار میکنم میگم یوتیوب برای همین دست خودتونه که شروع کنید. و گفتم که اون کسی که این ویدیو منو داره میبینه یه گوشی داره، یه اینترنت و دسترسی داره، پس حداقل امکاناتو به نظر من داره، ولی سعیش این باشه که پیشرفت کنه توی کارش. به طور کلی حرفاش خوب بود، حرفای دلی بود که میزنه. اکثر ویدیوهاش هم اینطوریه، اگه دوست داشتید برید دنبالش کنید. اون قسمتی که گفت اصلا دوست نداشتم از اول به دنیا بیام هم خیلی دارکه، من از دارک بودنشه که دارم میخندم. یعنی خدای نکرده آدم مسخره کردن اینا نیست، یعنی آدم باید خیلی توی عمق چیزی فرو رفته باشه بدون ته اون چیزی چی نیست، ته این دنیا بی معنی پوچ بشه و تو آخرش فکر میکنی که مثلا بوده نبوده من چه فایده ای داشت که باشه. حالا این خیلی دارکه ولی وجود داره همچین چیزی واقعا. البته شما به اینا فکر نکنید، البته خوبه بشم فکر کنید ها، ولی مثلا تا حدودی، تا اندازه‌ای. همه چیز حد و اندازه داره، همه چیز، خوشی ناخوشی فکر کردن، ولی توی مورد خاصی جزئی بتونید عمیق بشید، اون چیزی که دوست دارید رو به طور خاص ولش نکنید تا تهش برید، یه معنای خاصی از توش پیدا میکنید که قابل گفتن نیست، فقط احساسی و حسش میکنید اون چیزی که پیدا کردید رو. مثل خیلی شاعرهای بزرگی که داریم که من شخص خودم در مورد خیام خیلی خیلی شعراش خوبه. منظورم که اون شخص تو اون بحث شعر و اینا ادبیات خیلی عمیق شده و به یه نتایجی رسیده که اونو تبدیل به شعر کرده و هنوز جاودان است و شما هم میتونید تو هر کاری میتونید. خیلی ممنون، امیدوارم که از این ویدیو هم لذت ببرید. لایک و کامنت و اگه دوست داشتید هم دیگر رو گم نکنیم سابسکرایب هم بکنید. مرسی از شماها، آخرم انرژیم افتاد، طبیعی هم هست، سعی میکنم پر انرژی تر باشم ویدیو بعدی. مرسی از همگی، دمتون گرم، خدا نگهدار.